خب سلام و عرض ادب خدمت تمام رفقای گل خودم ارادتمند، خیلی مخلصیم. بریم سراغ خلاصه قسمت 29. بچه‌ها این قسمت 29 میشه گفت ادامه ویدیوهای کانال است. نکته اول، سایه های موجود یا همون شادوها منظورمه. اینو من بردارم. شادوهای در انتهای کانال نشونه کاهش قدرت روند است. این که دیگه واضحه. و چه زمانی این اتفاق میفته؟ دلیلش چیه؟ این کانال ما خیلی وقتا دوست داره کانالمون اکستند بشه دیگه، یا تبدیل به تریدینگ رنج بشه، یا تبدیل به اسپایک بشه، یا مثلا بریکش بکنه اون محدوده رو، شیب کانالش رو زیاد بکنه. وقتی که میاد اون شیب رو زیاد بکنه یا اکستندش بکنه، خیلی وقتا خب دیدید دیگه کندل پرقدرت داره بسته میشه، تو 20 ثانیه آخر 30 ثانیه آخر یهو شداش میکنه. و وقتی که این نمیتونه اون سطح بشکونه، میشه گفت تلاش ناموفق دیگه برای شکوندن اون کانال ما. و به خاطر همین این شادوها از اونجا به دست میاد، نشونه تلاش ناموفقه. و میتونیم زمانی که همچین اتفاقی افتاد قشنگ تو جهت معکوسش وارد معامله بشیم. این نکته 1 و 2، این میشه گفتش که آره دقیقا برای اینه. میبینید زمانی که کانال داره بریک میشه به کندلاش توجه کنید. تو حدود 5 تا کندل، بچه‌ها این 5 تا کندل وحی نیست که بگم 5 تا کندل، باید به بازار توجه بکنید. یه موقع با 3 تا کندل، یه موقع 2 تا کندل می تو شادوی گردن کلوف میزنه، اصلا میبینید که آقا معلومه این دیگه از قبلش هم شادوها رو دارید میبینید که آقا کندلای مثلا روند سعودی، کندلای سعودی بیجونه، کندلای نزولی قوی تر شدن دیگه. وقتی هی میرسه به سقف کانالش هی داره شادوهاش زیاد میشه دیگه، خودتون کم کم حستون داره میفهمید دیگه آقا با توجه به کندل شناسی هی کندلا بیجونه، یعنی آقا آخرشه دیگه، دارن به اکثرا خروج پیدا میکنن و قدرت فروشنده ها داره بیشتر میشه. وقتی که یه چند تا کندل، 2 تا کندل، یه سری وقتا بازار خیلی بهتون فرصت میده، آقا نگاه بکن من جونم داره تمام میشه، مثلا توی 6 تا 7 تا کندل شادو میزنه براتون. و وقتی که اینجوری بسته میشه، متوجه پایین بودن اینجا نوشتم قیمت قدرت، درستش کنم قدرت میشی، در صورت سیگنال ها میتونی تو خلاف جد وارد معامله بشی. مثلا آقا روند ما سعودیه، اینجا رسیده، اینجا گیر کرده، ره شادو میزنه تو این محدودی که اومده بریکش بکنه. اینجا سیگنال بار کیبار قوی دیدین، راحت تا این محدوده، یعنی تیپیتون باید تو همین محدوده باشه، میتونید خیلی راحت وارد معامله بشید. این نکته 4 پس. نکته 3، کانال های سعودی به دنبال بریک اوت سعودی هستن، کانال های نزولی هم به دنبال بریک نزولی هستن دیگه. این رفت به اون نکته‌ای که همیشه داریم در موردش صحبت میکنیم، قراره تو جهت روند معامله بکنیم دیگه. پس وقتی جهت روند ما مثلا سعودیه، خب خیلی دوست داریم شیبشو بیشتر بکنیم. این میشه گفت ادامه اون نکته هست. نکته 5، تلاش های نافرجام برای بریک کانال به روند سرعت میبخشه. چرا؟ این از کجا میاد بچه؟ این نکته مثلا بچه میخواد اینجا رو اکستندش بکنه دیگه، یا میخواد اینو تبدیل به تریدینگ رنجش بکنه، یا میخواد اینو یه بریک قوی بکنه و شیب اینو زیاد بکنه دیگه. پس این تلاشا هی کانال ما رو اکستند میکنه دیگه، یا شیب اون رو بیشتر میکنه تبدیل به بریک میشه، یا شیب اون خیلی کم میشه و تبدیل به رنج میشه بازار دیگه. در تایم فریم های مختلف میتونیم کانال های مختلفی ببینیم. در برخی مواقع حتی معکوس دیگری در حال شکل گرفتن هستن. مثلا بچا کانتکس روز قبلی که برامون خیلی مهمه دیگه، مثلا در مورد روز قبلی خیلی صحبت میکنیم، مثلا در مورد ویکلی مپ صحبت کردیم و اینا. مثلا روز قبلیمون یه بریک قوی نزولی تشکیل داده که سقف و کفمون هی داره میاد پایین. وقتی روز قبلیمون میبینیم که آقا داره میاد پایین تر، پس بعد یه دید نزولی از روز قبل ما داریم. مثلا وسط هفته جمعه ها مثلا کلا داستانش متفاوته. خیلی وقتا مثلا جمعه به شنبه مربوطه، ولی خب حالا مثلا من طول هفته، مثلا دوشنبه سه شنبه شروع کرده یه روند نزولی قوی، و مثلا بعد دیدمون تایم فریم بالاتر میبینیم که آقا مثلا تایم فریم 30 دقیقه 15 دقیقه داره هی سقف و کفمون میاد پایین‌تر، کانال نزولی قوی تره. تایم فریم 5 دقیقه که ما میریم اکثرا معامله میکنیم، میبینیم خب مثلا یه الگوی کانال سعودی درست کرده، باید بدونیم اینو کانال سعودی ما به عنوان پول بک حساب میشه، نباید به دید ریوارد بالا بشناشته باشیم، مگر اینکه بیاد چند تا سقف بزنه، چند تا کف بالاتر بزنه. اینا رو چارت کار میکنیم، ولی حالا میخوام کلیتش رو بهتون بگم. خیلی وقتا مثلا تایم فریم 1 دقیقه مثلا از اینا بی‌نهایت میبینید. روند سعودی کلی پول بک، کلی کانال سعودی نزولی توش تشکیل شده دیگه. خب بچه این نکته 7 خیلی برای من نکته مهمیه. چرا؟ تو همین ویدیوهای جدید استاد پورسمندی که استراتژی سومشون در موردش صحبت کردم، باید مفهوم پول بک رو کامل متوجه شده باشید. خب خیلی جزئیات بیشتر و موشکافانه تر به این دید نگاه بکنیم. زمانی میگیم پول بک اتفاق افتاده مثلا تو روند سعودی که کف کندل الان از کف کندل قبلی پایین‌تر بشه،
یه خورده با کندل نشونتون بدم. بچه اینا مثلا الان کندل های ما میبینید کفمون داره میاد بالاتر، کف و سقفمون که داره میاد بالاتر، خب متوجه آقا روند صعودی میشیم دیگه، خط روند این داره میاد بالاتر. حالا خط روند رو نمیکشم. وقتی که یه کندل اینجا میزنه کفش از کف کانال قبلی میاد، کف کندل قبلی میاد پایینتر، متوجه پول بک میشیم. یعنی به این ما میگیم پول بک. تو روند نزولی برامون چی مهمه؟ سقف مهمه. این سقفه هی داره میاد پایینتر، هی سقفمون داره میاد پایینتر، کفمون هم داره میاد پایینتر. این که یه دونه سقف بالاتر میزنه یعنی آقا یه پول بک زده. پس این مفهوم پول بک اینه. چرا مثلا تو روند نزولی این کفا برای ما مهم‌ترن بچه‌ها؟ به اون دلیلی که ما تو روند مثلا صعودی این خط پایین برامون مهمه، تو روند نزولی این خط بالا برامون مهمه. پس تو پول بک هاشون هم دقیقا همینجوری، این کف برامون مهمه، برای روند نزولی این سقف مهمه. پس اینم خواستم بگم که کجا میاد و به کجا مربوطه. این بچه نشونه چیه؟ ما تو اسپایکی که داریم، روند قوی که داریم، نباید پول بک داشته باشیم دیگه، فقط داریم تو جهت معامله میکنیم. وقتی که پول بک همون زیاد میشه نشونه تبدیل شدن به کاناله. پس این تو همون کانتکستمون که قرار متوجه بشیم، پس این نشونه تبدیل شدن به کانال. و وقتی که بچه‌ها تو دو جهت، یعنی ما هم پول بک نزولی بزنیم هم صعودی هی بزنیم و مشخص نباشه داره چی کار میکنه بازار، یعنی ما داریم وارد بازار رنج میشیم. پس این نکته برای دیدمون که مثلا آقا اینجا دیگه کانال نیستش، رنج، خیلی مهمه. پس این پول بک ها. خب اینم نکته بعدی. نکته آخر که خیلی مهمه و قراره از این بعد با هم دیگه کار بکنیم، میخوایم ببینیم مارکت درست تحلیل میکنیم، باید ببینیم واکنش معاملهمون به تی پی دومون. یعنی آقا جایی که معامله کنیم باید ببینیم که آقا ریوارد دومون رو میده. اگر ریوارد دومون رو داد میتونیم ببینیم که آقا استراتژی که داریم میچینیم، دید بازاری که حالا داریم تو تحلیل میکنیم، سوینگ فست اسکلپ ببینیم، ریوارد فست اسکلپ که ریوارد 1 به 1 اکثر مواقع میگیرن، یک کندل میگیرن. ولی به عنوان مثلا سوینگ های کوچیک، دو تا سه تا کندلی تایم فریم 5 دقیقه ببینیم ریوارد 2 رو بهمون. پس ریوارد 2 خیلی مهمه. از این به بعد قرار هر جا نقطه ورود نشونتون میدیم، خط کانال میکشیم، هر کاری میکنیم، ریوارد 2 رو چک بکنیم. هم خیال شما راحت شه، هم به عنوان یه بک تست برای من حساب شه. پس این ریوارد 2 رو از این به بعد هم من قراره نشونتون بدم، هم شما توی بک تستتون، تو ژورنال نویسیتون، استراتژیتون با ریوارد 2 حداقل بسنجید و این خیلی مهمه. خب بریم ببینیم تو چارت چه خبره. بریم سراغ چارت. بچه‌ها یکی از عزیزان توی کامنت ها نوشته بود این کانال ها دیگه قدیمی شده، این دوره برای 2019 الان فایده نداره، فلان بیسانه. نظرشون قابل احترامه و میریم روی چارت ببینیم که آقا 2019 بوده این چارت دقیقا برای دیروز، برای همین جدید دیگه، مثلا این چهارشنبه است 12 آذر و 12 آذر 404. این میخوایم الان روز دقیقا میخوایم پنجشنبه رو تحلیل بکنیم، ولی خب روز قبلی برای ما ملاکه. بریم ببینیم که آقا نکته‌ای که در مورد کانال گفتیم توی مثلا الان به کار میاد، نقطه ورود قشنگ بهمون میده یا نه. خب یه چیزی که قرار شد ما کار بکنیم چی بود؟ سقف و کف روز قبلی رو حتما مشخص بکنیم، برامون خیلی ملاکه. خب پس اینجا شد سقف و کف روز قبلی دیگه، حدودا همین محدوده، برخورد باش زیاد بوده. بریم تو روز بعدی. قرار شد ما 2 تا خط که داشتیم یک کانال بکشیم. ببینید اینجا رو روند نزولی بوده اینجا. البته که اینجا بازار رنج حدودا بوده، ولی خب اینجا شروع کرده کندلای نزولی قوی زده. میبینید اینجا رو، حالا اینجا اومده هی اصلاح ده، ولی هی کفامون اومده پایین‌تر. تو روز بعدی که بازار شروع میشه شما با 2 تا نقطه، یه نقطه بهتون داده، یه نقطه دیگه هم بهتون میده، یه خطی که ادامهش ببینید خیلی قشنگ این نقطه رو هم بهتون داده، نقطه سوم اینجا بهمون داده، اینجا نقطه سوم بهم داده. پس اون نکته‌ای که در موردش صحبت کردیم استراتژی کانالا، نقطه سوم کانال باید وارد معامله بشیم، اینجا رو بهمون داده. نیازه که براتون ریوارد 2 رو بکشم، اینجا خیلی واضحه دیگه. من اینجا داشتم یه چیزی اینجا بود، اینا هایلایتش کنم. نگاه کنید اینجاها دقیقا نقطه ورود باید میذاشتیم. آبی کنم استاپ مثلا تو همین محدوده ها، ریوارد 1، ریوارد 2، دوباره نقطه سوم. میبینید دقیقا همین محدوده این پشته ها که بالا حساب اسپرد و اینا تا همین پایین، یعنی ریوارد 2 که بیشتر بهمون میده. میخوام کلی عرض بکنم خدمتتون که لحاظ ریوارد 2 که در موردش صحبت کردیم هم میده بهمون. خب نکته بعدی، وقتی که به انتهای کانال داریم میرسیم
چی ما قرار شد ببینیم؟ شادوها رو میبینید اینجا، شادوها چقدر زیاد شده، شادوها رو میبینید و اینجا زمانی که اینو تاچ کرده شادوهای زیاد یه همچین کندل گردن کلفتی که بهمون داده، یعنی آقا مراقب باشید. خب اینجا اومده آقا کانال ما رو بریک کرده، درسته؟ اینجا کانال ما رو بریک کرده، اومده راحت به همین محدوده بریک رو باید بفهمید کجا دقیقا میشه. می‌بینید اینجا نقطه مهمی برای ما بوده که اومده تاچش کرده و رفته بالا. اینجا رو که اومده با این کانال قدرتمند پایینش کلوز داده، اومده به همون ناحیه. پس مهد بریک ما میشه اینجا دقیقا، نه اینجا بچه ها. اینا رو باید کم کم در نظر بگیرید و وقتی که این همچین دوتا پین بار بهتون میده تو همچین ناحیه زیبایی و یه همچین کنه دیگه، باید اینجا ورود بزنید دیگه. از دید دیگه بخوام براتون ترسیم بکنم چی میشه؟ من اینو بردارم، کانال و الگوی مثلث اینو من پاک کنم. ببینید کانال الگوی مثلث و ریزشه، این کندل و ریزش. دوباره از دید دیگه بخوام براتون ترسیم بکنم، کانال نزولی، تاچ سوم و ریزش. دوباره از دید دیگه بخوام براتون اینجا رو ترسیم بکنم، چون میخوام دیده های مختلف اینجا ترسیم. اینجا که پشت بندش کلوز داره میده، چون ببینید تاچ سوم این همه اینا احتمال داره آقا اینجا رو تاچ بکنه بره بالاتر. بعد می‌بینیم که آقا سقف روزمون، روز جدیدمون دیگه بالاتر نرفته، ولی کف روزمون هی داره میشکنه میاد پایین‌تر. اینجا کف شکسته، اینجا کف شکسته. پس دیدمون نزولی میشه دیگه تا حدودی. من اینا رو همه رو پاک میکنم براتون، بریم ادامه. اینجا دیگه روند نزولی شده، خیلی راحت خط روند زیبامون رو میندازیم ببینیم به کجا واکنشش میده. اینجا کانالمون رو اکستند کرده، درسته؟ اینجا کانال رو اکستند کرده، پس میفهمیم که آقا داره. خب شیوه بازار الگوهایی که داشتیم با هم دیگه کار کرده بودیم، همینجا خط کانال کفمون داره میاد بالاتر، خیلی زیبا. اینجا که میاد بریک میکنه، اینجا دقیقا الگوی MTR، الگوی مثلث اینجا باید وارد میشه، الگوی MTR اینجا میاد، سیگنال بار کیبورد اینجا. هم میبینید اینجا حساب پشت این ناحیه با حساب اسپردش بچه ها لحاظ مثلا حساب منطقی میاد پشت همین ناحیه دیگه و خیلی زیبا ریوارد دو رو قشنگ بهمون داده دیگه. مثلا میبینید اینجا من براتون اینجا رو ترسیم بکنم، روی مثلث اگر وارد میشدید اینجا میذاشید تیپیتون رو، مثلا ریوارد 5 رو خیلی راحت بهتون میداد. اگر روی این نقطه وارد شده بودین بعد از این همچین کندل قوی استاپ این پشت ریوارد 3 رو بهتون داده بود. پس ما ریوارد 2 اصلا برام ملاکه. از دید دیگه بخوام براتون ترسیم بکنم، اینجا به انتهای کانال که ما نزدیک میشیم چی رو میبینیم؟ شادوهای زیاد، شیب خیلی تفاوت نمیره، یعنی تو روندمون کفامون داره میاد بالاتر دیگه، درسته؟ اینجا سقفمون خیلی بالاتر نمیره. میبینید چقدر بیجونش پینبارا رو، میبینید چقدر خوشگل. این پینبار الگوی کندلی که با هم دیگه صحبت کردیم، چقدر خوشگل. اینجا خودش نقطه ورود هستن. پس این سه تا نقطه برای حالا سه تا دید برای اینکه آقا اینجا بعد ما ورود میزدیم. دوباره خط روند رو که ما ترسیم بکنیم، مثلا از اینجا اگه خط روند ترسیم بکنیم اینجا اکستند شده، مثلا خط روند جالبتر دقیقا همین محدوده هاست. میبینید اینجا مثلا این شادو رو من در نظر نگیرم، تاچ سوم خودش، تاچ سوم خودش. دوباره بچه ها اینجا رو میبینید همین محدوده هست که آقا بریکموش کرده دیگه. میبینید اینجا رو تاچ چقدر قشنگه، اینجا اومده به اینجا رو ما بریک کرده دیگه، درسته؟ یعنی اینجا گیر بوده یه بار بریکش کرده و اینجا پشتبانش دوباره اومده به اون ناحیه واکنش داده و دو تا پین بار الگوی فلگی که با هم داشتیم. بچه‌هایی که خیلی حرفه‌ای‌تر، بچه‌ها این سقف و کفام داره میاد پایین‌تر، پس اینو در نظر بگیرید. سقف و کفام پس روند نزولیه. می‌بینید اینجا رو الگوی مثلث اومده بالا، همچین کندلی کلوز داده و ریوارد 2 ببینیم بهمون میده. اینجا ورود میزدیم، منطقش این بود که اینو برامون شکست، من اینو درست‌تر ترسیمش بکنم. میبینید اینجا رو من کوش این آیکون زیبای من دقیقا پشت همین کندل که کلوز داد ریوارد 2 بهمون داده، دقیقا ریوارد 2 با حساب اسپرد و دیگه این نزدیکا رسید فرار بکن و
پایان کانالمونه ها، این محدوده های چون بالاخره ما خط کانال رو الکی که نمیکشیم، پس این هم در نظر این قشنگ بهمون داده، پس جواب بوده، پیش بینی و تحلیلمون درست بوده. دوباره مثلا کانال رو بخوایم ترسیم بکنیم، میبینید اینجا رو نقطه ورود رو، نقطه مثلا ورود سومش رو به اون بده، چون اینجا ما بکشیم اکستند میشه، میبینید اینجا باز نقطه ورود تاچ 3 شو بهمون یه ریوارد قشنگ داره، تاچ بعدیش ریوارد بهمون داده. ولی اگه مثلا بخوایم بکشیم، مثلا اینجا ببینید به انتهای روند که میرسیم شادوهامون داره زیاد میشه. بعد اینجا میاد یه فیک بریک میکنه، اینجا نمیتونه خیلی سقفش رو ببره بالا، یعنی سقف قبلی که گیر بوده نتونسته خیلی بشکونتش، خط روند زیبامون، و اینجا میشکونتش خیلی قشنگ. و پشت همین کندلی که پایین اون خطمون کلوز داده، دقیقا اینجا کلوز داده دیگه، پشت خودش که استاپش رو بذاریم، ریوارد 2 به اون داده، ریوارد 2 بخوایم دقیقا پشت کندلش بذاریم، ریوارد 2 مون رو به همون میده دیگه. میخوایم به عنوان اسکلپ داریم، یعنی به عنوان روند داریم میگیریم دیگه. بعد اسم اینو بکشم این ساعت 1 مثلا هنوز بازار نیویورک باز نشده، خیلی وقتا این تایما بیجونه. بعد کندلا رو میبینید چقدر شادو زیاده، اینا خودتون کم کم دستتون بهش عادت میکنه. یه نکته دیگه اینجا رو میبینید، هی داره اینجا سقف اون داره میاد بالاتر، آنچنان زورش باید ببینیم اینجا واکنه، اینجا ببینید کف اون برام زده، اینجا شکوندتش، این کف رو شکونده بشه باز ما دیدمون میره بر روند نزولی. اینجا اومده این محدوده برای ما مهم بوده دیگه، چون یه بار تا نزدیکش اومده نتونسته بشکونه و یه همچین ریزش قشنگی رو داشته، دوباره تو این محدوده اومده برگشته نتونسته اینجا و اومده اینجا بریکش کرده، پس یه دونه سقف بالاتر، پس اینجا دیگه هشدار به ما میده که آقا مراقب باش، داره روند کم کم تغییر میکنه. روند که تغییر میکنه بریم از این ور ما ترسیم میکنیم کانال رو، میبینید حدودا تا چه سه شو یه ریوارد قشنگ بهمون داده. دوباره از این ور همین خط کانالمونه که شکونده، برای اونایی که مثلا اسکلپ کار میکنن، چون اینجا تازه بهمون همچین کندل قوی نداده، ببینید اینجا مثلا اینجا نتونسته این سقف بالاتر رو بزنه. بعد دوباره این کانال رو مثلا من اکستندش بکنم، مثلا این محدوده رو میبینی، این محدوده تایم فریم 5 دقیقه روند نزولیه دیگه، درسته؟ اینو زوم بکنم، کانال نزولیه، تایم فریم 3 دقیقه است، فکر کنم 5 دقیقه داریم نگاه میکنیم، توی اینجا تو روند صعودی مونه. پس این همون نکته است دیگه، تو تایم فریم های مختلف، کانال های مختلف، اینجا کانال ما نزولی بوده ولی تو این دید بخوایم نگاه بکنیم کفامون هی داره میاد بالاتر، نتونسته کف پایینتر، روند ما صعودی بوده. خب اینو من پاک بکنم، باز اینو من پاک بذارید بکنم، میبینید اینجا هی داره کفامون میاد، نمیتونه کف قبلی رو بشکونه، پس اینا همه دلیلیه برای اینه که آقا این کانال رو باید ترسیم بکنید، این خط کانال رو ترسیم بکنید، مثلا نکنید خط کانال رو ترسیم بکنید. و اینجا این محدوده کانالمون که رسیده، میبینید اینجا نتونسته همین الگوهای زیبایی که با هم دیگه کار میکردیم، الگوی مثلث، چون باید داخل کانال ما حدودش برای مشخص میشه دیگه، میریم جزئیاتش رو مورد بررسی قرار میدیم. حس میکنم خیلی شلوغ شد بچه، خیلی وقتا لطفا برای من که جواب بدید، مثلا تریدینگ ویو دو تا آیکون باز بکنید، دو تا تب مختلف، همون ارز مثلا طلا رو، آقا مثلا اینجا رو میبینید من هیچ جن ترسیم نکردم، اینجا یه موقع چیزی میکشید ترسیم میکنید، بعد برید تو یه جای دیگه دوباره ترسیمش بکنید، از یه دید دیگه بهش نگاه، چون اینجا هیچ ترسیم نیستش، هیچی نکشید، خط خطی نداره، از دید دیگه، مثلا از دید دیگه بخوایم مثلا از روز قبلی بخوایم بازار رو تحلیل بکنیم، مثلا اینجا ببینید تاچ سوم و ریزشه، دوباره مثلا از این دیدش رو بخوایم ترسیم بکنیم، مثلا اینجا دو تا نقطه داشتیم، تاچ سوم یه همچین چیزی مونده، بریک کرده نتونسته پایین قوی بمونه، پایان مثلا تلاش ناموفق حساب میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینجا شادوها رو میبینید کندل قوی بسته نشده، پین بار و یه همچین الگوی قشنگی اینجا ریوارد 2 رو راحت بهمون داده. و دوباره اینجا رو بخوایم ترسیم بکنیم با همچین نقطه ورودی، با همچین خط روند ساده ای که بخوایم ترسیم بکنیم، میبینید چقدر قشنگ. پس ببینید الان اونجا چقدر یه خورده دیگه آخرش من خودم که مثلا این چارت رو چک نکرده بودم امروز، مثلا بریم سراغش، اینجا یه خورده رفتن به گیج شد، خیلی وقتا پاک بکنید همشون، اینجا الگو رو ترسیم بکنید، ریزشه
و برگشتی دوباره محدوده. بچه یه نکته دیگه هم که توی ویدیو در موردش صحبت کرده بودن استاد پورسن، تایم پایان بازار، یعنی اتمام مثلا بازار دیگه. میبینید اینجا حجم کم میشه. زمانی که حجم کم میشه، مثلا فکر کنم بازار سیدنی میشه، آره بازار سیدنی یه خورده نوسان بعضی مواقع کمه تو این بازار، خیلی به آنچنان دید تحلیلی خطر روندی روش حساب نکنید. سعی کنید مثلا توکیو باز شه، سشن آسیا اینا یه خورده، مثلا بازار لندن و اینا حجم بازار زیاد بشه، اون موقع خطر روندا واکنش قشنگتری. چون مثلا ساعت 12 ساعت چند الان ساعت 2 نصف شبه، 2 نصف شب بازار حجمش پایینه، ما خودمون خسته ایم، منو نگاه نکنید، من میخوام ویدیو ضبط بکنم زودتر این دوره تموم بشه. پس این تایم ها دیگه برای تایم استراحت بذارید. تایم های مثلا 9 صبح 10 صبح خیلی وقت هم شده بچا، 3 صبح روندهای خوشگل بدون نوسان بدون اذیت کردن بوده ها، نمیگم نیستش، ولی اکثر مواقع 60% مواقع مثلا تایم لندن، تایم آسیا، تایم نیویورک که دیگه برای خودش عجیب غریبه. اینا در نظر بگیرید. مثلا نگاه بکنید همون دید MTRی که ما اینجا داشتیم، الگوی MTRمون رو ببینید، اینجا اومده یه فیک بریک زده، اومده اینجا دبل تاپ فریزش، انتهای کانالمون شادو هامون زیاد میشه، نمیتونه سقف بالاتر این شادو رو، اینجا کندلا رو تایم فریم 5 دقیقه اینا رو میبینید به وضوح. اینجا میبینید اومده اینجا رو بریک بکنه، نتونسته، شادو زده و اینجا کندل، الگوی کندلی تا حدودی بخوای حسابش بکنی اینجا یه خورده ریسک میکردید شما عزیزان، یا باشه اونجا ریسک نمیکرد. این تاچ سومو که به عنوان کانال میتونستی ترسیم بکنه، اینو پاک بکنم، تاچ سوم به عنوان کانال میتونستی ترسیم بکنه، تو دل همون کانال بزرگمون نگاه بکنید، تو دل همون کاناله اینجا تشکیل داده تاچ سوم، دوباره اینجا اومده، دوباره تو هم محدوده و اینجا رو بریک کرده و شیبو میبینید بریک این شیبو زیاد کرده و تبدیلش کرده به اسپاک به همین آسونی. پس اینا رو کم کم کار بکنید. پس دیدیم دوره برای 2019 بوده، نکته هایی که در موردش صحبت شده الان هم جواب بوده دیگه. این پنجشنبه است، نگاه کنید تاریخش رو، پنجشنبه 13 آذر 404. پس جواب بوده. فقط لطفا حتما این نکته رو در نظر بگیرید. خیلی وقتا که مثلا میبینید بازار از دستتون در میره، مثلا اینجا رو ببینید، نکته پول بک هم بیام اینجا توضیح بدم. مثلا اینجا رو ببینید، ما روندمون نزولیه، سقفمون میاد پایینتر، سقفمون اینجا یه پول بکه، دوباره سقفمون میاد پایینتر، سقفمون اینجا یه پول بک، اینا پول بک حساب میشه. روند صعودی کدوم حساب میشه؟ یه جای واضح بیارم. روند صعودی مثلا اینجا میبینی کف بالاتر، کف بالاتر، کف پایینتر، پول بک، دوباره پول بک اینجا حساب میشه. اینا برای خودت مثلا اینجا میبینی یه پول بک از این ور زده، یه پول بک از این ور زده، یه پول بک از این ور زده، یه پول بک مثلا روند نزولی زده، اینجا بازار رنج حسابش میشه. همچین اتفاق میاد، ادامهش هم بازار رنج بوده. اینا بازار رنج و تریدینگ رنج و اینا رو بعدا نمونش کامل صحبت میکنم، ولی حالا کلا میخواستم این نکته پول بکرم بهتون بگم. اگر احیانا ویدیوی استاد پورصمدی استراتژیشو دیدید، خیلی به نظرم جای باحالی، استراتژی باحالی گفتم، میتونید روش کار بکنید برای عزیزانی که یه خورده مثلا 1-2 سال دارن کار میکنن و این پول بک و اینو، مفهوم پول بک خیلی مهمه. خب بچه سعی کردم دیگه همه چی رو توضیح بدم، امیدوارم که براتون مفید باشه. خودم که دارم استفاده میکنم واقعا از نکته هایی که براتون میگم و اینا، واقعا تو معامله گریم خیلی تاثیر داشته. ارادتمند، شبتون بخیر، خیلی مخلصیم.